زندگی را 3 چیز تشکیل میده: هدف، تلاش، هوش برتر. زندگی به معنای ساده بودن نیست، پر از اتفاقاته. زندگی مثل یک اقیانوسیه که تشکیل شده از چیزهای مختلف. زندگی یعنی جنگیدن برای چیزهایی که دوست داری، چیزهایی که تو مغزته. پس برای هدفهایی که تو مغزته بجنگ. هرچی تو فکرت باشه، خوب یا بد، به مرور تو بهش میرسی. اگر برای قوی بودن، بهترین بودن تو کارت فکر میکنی، یه شبه تو کارت قوی نمیشی، ولی به مرور زمان مطمئن باش قوی میشی. اینو بهت قول میدم، ولی به شرطی که تو فکرت بهش فکر کن. چیه ترسیدی؟ تهت خالی شده؟ برای شروع کردن بشینی یه گوشه فکر کنی، بلند شو اون کار رو عملی کن. یادت باشه افراد فقیر بیشتر فکر میکنن، افراد ثروتمند بیشتر عمل میکنن. بلند شو که موفقیت برای توه. بجنگ برای چیزی که دوست داری. یادت باشه هر سخنی بهت درس میده، هر درسی زندگی تغییر میده. پس برای تغییر زندگی